در انتخابات پارلمانتی مولداوا حزب‌های رو به اروپا پیشدستی دارند. حساب ورقه‌های رایدهی انتخابات 30 نوامبر تخمیناً به پایان رسیده و بر پایه آن ائتلاف حزب‌های رو به اروپا با 44% آوازها در جای اول است. در همین حال حزب سوسیالیست و حزب کمونیست که رو به مسکو میباشند در یک جایگی 39% رأی‌ها را کسب کردند. در یریوان گروه اعتراضگران از وکیلان مردمی ارمنستان تقاضا نمود سازش همراهشوی این کشور به اتحاد اقتصادی روسیه، قزاقستان و بلاروس را که از 1 ینور سال آینده زیر عنوان اتحاد اوراسیا تشکیل خواهد شد دستگیری نکنند. این سازش که ماه اکتبر از سوی پرزیدنت ارمنستان سرژ سارگسیان امضا شده است، هفته روان در پارلمانت ارمنستان بررسی خواهد شد. در شهر ایرکوتسک روسیه ساختمانچیان و رهبران آنها با تقاضای استعفای والی ولایت ایرکوتسک گردهمایی کردند. به قول آنها او فساد زده است. در این جمع آمد تخمیناً 2000 نفر گردهم آمده بودند. پیشوایان اعتراضگران رهبر ولایت را با رشوه‌ستانی متهم کردند. به قول آنها اعتراضگران به رهبران محلی ولایت پاره ندادند، در نتیجه قراردادهای خوب به شرکت‌های دیگر تقدیم شده اند. در اسلام آباد رهبر مخالفین پاکستانی عمران خان گفت اگر تا 16 دکبر کمیسیای خاص برای تفتیش عیبنامه‌های تقلب در انتخابات تشکیل نشود، او و طرفدارانش کشور را به اصطلاح احاطه می‌کنند. سابق ستاره کریکت عمران خان که به یکی از رهبران مخالفین حکومت پاکستان تبدیل یافته است، طول چند ماه بر ضد سروزیر کشور نواز شریف گردهمایی اعتراضی تشکیل نموده اصرار می‌ورزید که شریف در نتیجه تقلب سراسری در انتخابات عمومی سال 2013 سر قدرت آمده است.